خرمالو یه میوه خوشرنگ و زیبای پاییزیه. نام خرمالو از دو واژه خرما و آلو تشکیل شده. درخت خرمالو که در آن موجود است در اصل بومی چین و ژاپن است. این درخت در 40 سال پیش به نام خرمالوی ژاپنی وارد ایران شده و در بیشتر نواحی مازندران کاشته میشه. خرمالو سرشار از ویتامین‌های A، بتا-کاروتن و مقدار قابل توجهی ویتامین‌های B1، B2، B3، P و C میباشد. همچنین این میوه خوشرنگ و خوش‌طعم دارای مواد معدنی ضروری برای بدن مانند کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم است. در خرمالو مقدار زیادی پکتین وجود دارد. اسیدهای موجود در خرمالو عبارتند از اسید مالیک و اسید سیتریک و اسید تافتریک. خواص درمانی خرمالو دارای ویتامین A هسته و بدانید که هنگامی که ویتامین A به قدر کافی به بدن نرسه تنها قدرت بینایی کم میشه و پوست و مو و ناخن‌ها شکننده میشن، بلکه در هوش و سلامتی بدن نیز اختلال ایجاد میکنه. خرمالو دارای پکتینه. پکتین یکی از انواع فیبرهای محلول در آبه که باعث کاهش چربی خون میشه. آهن عنصر اصلی خونسازی و پتاسیم اشتهاآور و شستشو دهنده کلیه و کبد است. برای درمان مبتلایان کبدی و نقرس و بیماری‌های کلیوی نیز بسیار مؤثر است. سنگ کلیه و مثانه را بدون نیاز به عمل جراحی دفع می‌کند. خرمالو سینه را نرم می‌کند، ولی باید آن را موقعی خورد که کاملا روی درخت رسیده باشد. میتوان از آب خرمالو برای درمان زخم‌ها استفاده کرد. از آب 1 عدد خرمالو برای آفت دهان و گلو درد میتوانید استفاده کنید. 1 عدد خرمالو را با 4 قاشق غذاخوری آب جوش مخلوط کرده و غرغره کنید تا مشکلتون رفع بشه. از میوه رسیده آن میتوان برای درمان اسهال خونی استفاده کرد. خرمالو را به چند قسمت بریده و داخل 3 فنجان آب جوش میاندازید و برای 20 دقیقه در قابلمه گذاشته و شعله را کم میکنید تا بجوشد. سپس جوشانده را می نوشید. هر 4 ساعت 2 فنجان از جوشانده را بنوشید.